در تنگنای دره زاری صخره‌ای مستحکم و غیرقابل دسترس به چشم میخوره که قلعه سعلوک بر روی اون بنا شده. تا داستان‌های این قلعه به گوشم رسید تصمیم گرفتم که حتما به اونجا سفر کنم. حدود 30 کیلومتر کوله کشی در مسیر کوهستانی سالوک. گونهای پرگل، رودهای کوچک کوهستان، محیط زیست منطقه و همه دست به دست هم دادن که سختی مسیر برامون کمتر بشه. رسیدیم به کلبه درختی که شب باید اونجا میخوابیدیم. کلبه رو مرتب کردیم، آب و جارو زدیم، رفتیم دنبال هیزم و شبمون رو سپری کردیم. صبح روز بعد با این حال از خواب بیدار شدیم. صبحونه رو خوردیم و راه افتادیم سمت قلعه. واقعا از دور که نگاش میکنی رعب و وحشت میفته به جونت. توی مسیر صعود به قلعه انقدر که ارتفاع زیاد بود سعی میکردم پشت سرم رو نگاه نکنم، چون یه ارتفاع 150 متری رو باید میدیدم. یه سری جاها دست به سنگ شدیم و به هر سختی شده رسیدیم و قله رو فتح کردیم. در شکاف دره زاری استحکامات دفاعی قرن ششم تا هشتم هجری قمری. سعلوک به عربی دزد و در بوستان سعدی درویش معنا شده. در گذشته این منطقه از نظر حیات وحش و مخصوصا پوشش گیاهی غنی بوده و به خاطر وجود درختان سرو کوهی منبع تأمین چوب و زغال مردم بوده. یکی از دلایلی که آدما حدس میزنن چرا این قلعه اینجا ساخته شده همین هست. افرادی که روی اون قلعه زندگی میکردن تقریبا یه جور راهزن و آدمهای خطرناکی بودن که به واسطه غنی بودن منطقه از لحاظ چوب‌هایی که آدم‌ها بهشون نیاز داشتن اونجا رو غرق کرده بودن و خب به هر حال از یک سری آدم‌ها باج می‌گرفتن. تقریبا تمام تأسیسات تخریب شده، اما با توجه به وسعت منطقه میشه حدس زد که حداقل 50 اتاقک روی این صخره وجود داشته. مرتفع‌ترین نقطه صخره محل فرمانده قلعه بوده. در بخش‌های میانی صخره یک سری اتاقک کوچک و انبارهایی وجود داشته که برای نگهداری آب، شراب و عسل استفاده می‌شده و در منتها علیه شرقی برج‌های نگهبانی وجود داشت. بالاخره بازدیدمون تموم شد و وقت برگشتن به کلبه است. یکم اون اطراف چرخیدیم، شام خوردیم و خوابیدیم. فردا صبح زود وقت برگشتن بود. تمام اون راه سختیو که اومده بودیم دوباره برگشتیم. یه قهوه هم زدیم و ماشین اومد دنبالمون. اگر از اینجور محتوا خوشتون میاد در چنل من سابسکرایب کنید.